سلام، برداشت هزارم. اوکی. سلام، خوش اومدین به ویدیو. سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدید به یوتیوب چنل من. امروز قراره یه ویدیو با من آماده شیده خفن داشته باشیم چون امشب فوتبال ورلد کاپ و ساعت 12 شب میشه اینجا فوتبال و ما قراره که از ساعت 8 اینا بزنیم بیرون. 8 شب الان که میبینید ساعت 4 و نیمه و اینجا اینجوریه که تا مثلا ساعت 11-12 شب هوا تاریک نمیشه توی تابستون. حالا گفتم همزمان که دارم قیافه شبیه روحمو میخوام شکل آدمیزاد بکنم، بیام به چند تا از جنجالی ترین و پرتکرارترین سوالاتون جواب بدم. حدودا 14 تا از سوالاتون رو آماده کردم، یعنی یه باکس توی اینستا گذاشتم، گفتم که هر سوالی دارید راجع به حالا آشنایی من با فرفری و اصلا من دختر ایرانی چجوری با یه اروپایی آشنا شدم و چجوری ازدواج کردیم و واقعا سرد و بیروحن اروپایی‌ها، راسته که همه چی 50-50 یا نه. خلاص از این مدل سوالاتون جواب بدم. میخوام کلا پشت پرده زندگی با مرد اروپایی و تفاوت فرهنگمون و همه سوالای این شکلی و تقریبا حالا سوالایی که خیلی بولد بود و جواب بدم. پس با من باشید تا آخر این ویدیو که هم یه میکاپ خوشگل برای شب بزنیم، همین که سوالا رو جواب بدم. خب قبل اینکه بخوام برم سراغ حالا پرایمر و سوال اول، دکمه سابسکرایب رو بکوبید و زنگوله رو روشن کنید چون قراره از این به بعد با فرفری کلی ویدیو خفن براتون درست کنیم تو یوتیوب. مطمئنم خوشتون میاد. خب اول پرایمر رو میزنم، از برند بنفیت هست که دیگه داره تموم میشه. برند خوبی بود. حالا بچه‌ها ببینید اینور با اینور، من یه ذره اینجاها منافذ داره هم قسمت ها رو. بچه‌ها یه ذره سیبیل دارم ولی یادم رفت که شیوش کنم، ولی اشکال نداره. نمیدونم شیو کنم الان یا اینکه نکنم دیگه. بعد اینکه اینجا خیلی راحته چون زمان زیادی میشه صحبت کرد. من خیلی قشنگ میتونم حالا هم باهاتون صحبت کنم، همین که نکات میکاپ و اینا رو بهتون بگم تو این ویدیو، تو ویدیوهای بعدی. خب پرایمر رو که زدیم، هر پرایمری متفاوته. این پرایمر باید 10 دقیقه صبر کنی، 5 تا 10 دقیقه صبر کنی که یه ذره خودش رو بگیره، بعد دیگه کرم پودر اینا رو اد کنی. من اومدم گفتم که همینجا بهتره که جلوی شما شیف کنم. فقط یه آینه لازم دارم. یه آینه لازم دارم. من از این کوچولوها دارم. فقط باید بذارید که فقط باید تیز باشه که جوش نزنه پوستتون و پوستتون رو نخراشه که لک نیفته. خب البته اگه روغن بزنید قبل از شیو خیلی بهتره. من فقط هم شیو میکنم چون همیشه اگه کار دیگه کنم، کار دیگه ای تا حالا نکردم که بند بندازم یا شم بندازم، اصلا تا حالا انجام ندادم چون مطمئنم که جوش میزنم. حتی بعضی وقتا بعد از شیوم جوش میزنم، چه برسه به اونا. ولی اگه بخواید شیو کنید حتما روغن بزنید قبلش و قبل از حمام باشه چون میدونید روغن منافذ پوست رو میبنده. حالا من بدون روغن میزنم چون دیگه مجبورم. این صورت خودتون شبیه اورانگوتان میکنید. میذارم وسط ابروم دارم اینجا هم. بچه‌ها خیلی آروم، نه اینکه حتما تیز باشه تیغتون که جوش نزنید و پوستتون هم لک نیفته، یعنی پوستتون رو نخراشه وقتی کنده. یه ذره اینجا چقدر مو دارم، خدا رو شکر من یه یوتیوب گرفتم تو نور خودم ببینم. اینجا خونمون ما کلا سوئدی‌ها این شکلیه که خونه هاشون رو با مثلا بیشتر چراغ‌خواب و آباژور و اینا روشن میکنن چون خیلی کوزی تره، وایبش خیلی راحت تر و باحال تره، یه ذره کامفی تره. به خاطر همین خیلی مثلا از اونا زیاد داریم تو خونه به جای اینکه بخوایم چراغ روشن کنیم. خب اینم از این. حالا چون شیف کردم یه ذره از این آبرسانه، بچه‌ها این آبرسانه رو تازه گرفتم، قبلش کلینیک میزدم. کلینیکم خیلی خوب بود. این قیمتش یه ذره از کلینیکم مناسب تره، بعد ولی خیلی خوبه، خیلی اصلا پوستم احساس خشکی نمیکنه واقعا. مثلا دیرتر از اون کلینیکه پوستم احساس خشکی میکنه دیگه. میدونی چی میگم؟ امیدوارم بفهمید چی میگم، والا خیلی بد میشه. بریم سراغ سوال اول. من توی این گوشیم سوالاتون رو یادداشت کردم. سوال اول، واقعا تفاوت سنی یا فرهنگی براتون مشکل ساز نشده و تو ذوقتون نزده؟ ببینید کلا حالا داستان برای اونایی که نمیدونن اینجوریه که من شیرازی ام، خودم شوهرم سوئدیه و اینکه من 28 سالمه. فرفری بهش میگم، فرفری چون ماشفره، 26 سالشه و نه خودش نه من نه خانواده هامون اصلا تو نخ این چیزا نرفتیم، نبودیم، چون به نظرم خیلی مهمه که روحیاتتون اخلاقتون به هم بخوره و اینکه ببینی طرف بچه بازی در میاره، پسر بچه بازی در میاره.
یا مردونه است یا یه ذره مثلا بزرگتر از حتی عقلش رفتار میکنه. اینا خیلی مهمه و شما چقدر همدیگه رو درک میکنید تو دوران آشنایی، اینا رو میتونید متوجه شید. و به نظرم سن فقط واقعا همونطور که خیلی‌ها میگن یه عدده. تو ممکنه که با خیلی بزرگتر از خودت ازدواج کنی و اصلا باهاش نسازی چون دوره هاتون فرق میکنه، یا ممکنه که حالا ما تفاوت سنیمون زیاد نیست 2 ساله، یا ممکنه که اصلا خیلی تفاوت سنی داشته باشی و ولی باهاش اوکی باشی، همدیگه رو واقعا درک بکنید، همدیگه با همدیگه مچ باشی. من خیلی تو بر سن و اینا نمیرم، اونم همین شکلی بود، میگم خانواده‌اش هم همین شکلی، یعنی درگیر یه سری حاشیه‌ها که بعضیا درگیرشن ما نشدیم خوشبختانه. میدونم حالا میپرسید که چجوری آشنا شده اینا میریم جلو، حالا کلا همه سوالا رو جواب میدم. الان میخوام کرم پوت بزنم، اینو میزنم. این آخرین باری که ایران بودم گرفتم، خیلی سبکه، خیلی هم خوبه، ولی ترکیب بیبی کرم رو توی اینستام آموزش دادم، اونم خیلی خوبه، مخصوصا برای روز و وقتی گرمه و اینا که چجوری خودتون درست کنید. ترکیبی از چند تا چیز، حتما برید توی اینستا ببینیدش. آخرشه دیگه، ولی میزنیم دیگه. خب بریم سراغ سوال دوم. بچه‌ها این یه ذره رنگ نخودی داره، ولی من آفتاب میگیرم پوست صورتمو، ولی هیچ وقت نمیذارم که حالا رنگ بگیره و اینا، چون خیلی پوستو پیر میکنه، پوست صورتو خشک و پیر میکنه آفتاب. برای همین بیشتر با کرم پود یا با آتو برونز رنگشو تیره میکنم که هم رنگ پوستم بشه. الان این که میبینید زرده، بعد توناژشو اوکی میکنم با رنگ پوستم. حالا آموزشش هم بعد براتون میذارم که چیکار کنید. سوال دوم نوشتین تا حالا شده به خاطر غربت یا تفاوتاتون به جدایی فکر کنی یا پشیمون چی؟ اصلا من تا حالا به همچین سوالی فکر نکرده بودم قبلا. ببین بذار خیالتون رو راحت کنم. من حتی قبل اینکه بیام اینجا، من قرار بود که بیام 3 ماه تابستون فقط بمونم و با خانواده‌اش بیشتر وقت بگذرونم، خانواده‌اش رو ببینم، با هم آشنا شیم و اینا. اصلا تصمیم به ازدواج نداشتیم هنوز ما. حتی اون موقع هم با خودم فکر کردم که حالا میخوام بیام اینجا 3 ماه قراره از خانواده‌ام دور باشم. من هیچ وقت ازشون دور نبودم این شکلی. با خودم فکر کردم که حالا چجوری پیش میره و دلم تنگ میشه برای خانواده‌ام و اینا. و حتی موقعی که تصمیم به ازدواج گرفتیم اینجا، میدونستم که قراره دیگه موندگار شم. من انقدر این آدمو دوست دارم که حاضر شدم. میدونستم حلوا خیرات نمیکنن تو غربت و اینا، میدونستم که خیلی چالش‌ها رو باید پشت سر بگذرونم، ولی واقعا فرفری انگار که سولمیت منه، انگار که واقعا جفت روحیم هم هست. به اضافه این که حالا دوستش دارم و همدیگه رو دوست داریم، واقعا اسمم جفت روحیم هم هست. و خیلی عجیبه که از 2 تا نقطه مختلف دنیا همدیگه رو پیدا کردیم، خیلی اتفاقی، و واقعا همدیگه رو میفهمیم. با اینکه مثلا تفاوت فرهنگی خیلی وقتا داریم، ولی خیلی خوب همو میفهمیم، خیلی چیزای مشترک زیادی داریم. به خاطر همین پی همه چیو به تنم مالیدم قشنگ. ولی اصلا یعنی میدونستم که پیش میاد، شاید یه چالشایی برام پیش بیاد، شاید خیلی دلم تنگ شه برای خانواده و اینا، یعنی فکرشو کرده بودم، ولی با همه اینا باز ترجیح دادم که باهاش بمونم، که باهاش باشم و حتی باهاش ازدواج بکنم، چون واقعا این آدمو دوست دارم و واقعا جدا از دوست داشتن منو میفهمه و خیلی منو ساپورت میکنه، از لحاظ روحی، از همه لحاظ. خیلی به من اعتماد به نفس داد. یعنی من حالا اون بحثش کلا جدا، من یه تایمی که اصلا اعتماد به نفس نداشتم، ولی بعد شروع کردم به خودشناسی و خودسازی و اینا، اعتماد به نفسم خیلی بهتر شد. یعنی از اونجا استارت خورد. ولی خب فرفری هم اعتماد به نفسم رو هی بیشتر و بیشتر کرد. میدونین چی میگم؟ پارتنرتون میتونه اعتماد به نفستون رو حتی ازتون بگیره اگه صمیمی باشه، یا اینکه هر چقدرم که دارید، حالا شاید مثلا خیلی‌ها، من خودم اون موقعی که دیدمش اعتماد به نفسم اوکی بود، عزت نفسم روش کار کرده بودم، ولی این چرا نمیره چیه؟ ولی خب به هر حال هر مقطعی که باشه اعتماد به نفستون میتونه لولش رو براتون ببره بالاتر. و اینکه ما به تفاوتامون به یه دید دیگه نگاه میکنیم. درسته بعضی وقتا چالش پیش میاد به خاطر تفاوت فرهنگی و اینا، ولی سعی میکنیم از اون چالش‌ها یاد بگیریم و اینکه خیلی وقتا برامون جذابه این تفاوت. مثلا یه چیزی متفاوته توی فرهنگ اونا، بر من جالبه، یه چیزی تو فرهنگ ما متفاوته که برای اون جالبه و خیلی وقتا خوشش میاد. حتی حالا به جز یه سری چیزا که براش عجیبه، به اونا که میخنده بیشتر میخندیم به چیزایی که عجیبه، ولی یه سری چیزا رو اد میکنیم انگار که با هم میکس شده و چیزای خوبه فرهنگامون رو با هم ادغام داریم میکنیم و این به نظرم خیلی خوبه. به چشم مشکل بهش نگاه نمیکنیم، بیشتر سعی میکنیم ازش یاد بگیریم. به نظرم هر چیزی 2 تا بعد داره، بستگی به خودت داره که با چه دیدی بهش نگاه کنی. کرمه چون سبکه، من دیگه زیر چشمم میزنم برای کاور بیشتر، چون یه ذره هم نخودی داره بیشتر کاور میکنه. بعد یکم کانسیلر میزنم روش فقط. دور لبم هم کرم میزنم برای موندگاری بیشتر، ولی وسطشو نمیخوام بیروح بشه، میذارم همینجوری یه ذره صورتی بمونه. خب اینو یه ذره فید میکنم. حالا پخشش که کردم، یه اسفنج مرطوب میارم، حتما با آب باید مرطوب بشه. بذارید الان بهتون نشون میدم. با یه اسفنجی که الان مرطوبش کردم با آب قشنگ میزنم تپ تپ. هیچ وقت بچه‌ها تو مراحل میکاپتون، چه با براش، چه بر سایه، چه کرم پود، حتی رژ لب، نکشید، دستتون رو نکشید، همیشه تپ تپ ضربه‌ای بزنید، چون باعث میشه اگه بکشید
ببین اینور و اینور الان خیلی داره بهتر میخوابه، چون باعث میشه اگه دستتون رو بکشید چیز شه، میکاپتون جابجا شه، از اینجا بره یه جا دیگه، به خاطر همین به فنا میره. قشنگ این خیلی‌ها رو میبینم این خط از این خط فکشون پایین‌تر نمیاد، ولی قشنگ اضافیشو اینجا هم فید کنید که یه دست‌تر بشه. صدام چندش. ببین زیر چشم قشنگ خواهرم بگیر کامل، اضافیاش با این اسفنج مرطوب گرفته میشه. سوال سوم، خانواده همسرت چقدر تو رو به عنوان عروس ایرانی راحت پذیرفتن؟ گارد نداشتن؟ برونزر چرب و اگه حرفه‌ای نیستید اول بزنید پشت دستتون که یکم با گرمای پشت دستتون حل شه، راحت تر بخوابه. ولی خب من همینجوری مستقیم الان میزنم. خب بچه‌ها اصلا و ابدا همچین چیزی نبود. حالا نمیدونم همه سوئدی‌ها این شکلیان، شاید خیلیاشون نباشن، استثنا وجود داره، ولی خانواده‌اش اصلا اینجوری نبودن. یعنی ببین اینجوریه که میبیننت خب بعد جاجت میکنن، یعنی همینطوری جاج نمیکنن به خاطر اینکه یه چیزی شنیدن و اینا. این شکلی بودن برای من. قشنگ رو استخون گونه بچه‌ها پایین نیایید، چون گونه‌تون رو افتاده میکنه. همین رو استخون برجسته گونه یه ذره هم میایم جلو، چون میخوایم حالت آفتاب سوختگی داشته باشه و من میخوام یه ذره کانتورم زیاد باشه امروز. ببین کلا هم حالا خیلیاتون میدونید یه قانونی دارن، 18 ساله که میشی دیگه میتونی که مستقل زندگی بکنی و حتی اگه تلپ بشی خونه مامان بابات اون موقع براشون عجیبه، یعنی مستقل میشی، برای خودت شروع به کار میکنی و حتی مثلا میری خونه دوست پسر زندگی میکنی، خیلی راحته براشون. یا میری خونه دوست دختر زندگی میکنی. حالا 3 روز اول که همو دیدیم خیلی هم اتفاقا براشون جذاب بود. میدونی روی نسبت به اخلاق و حالا شخصیتت قضاوتت میکنن، خیلی اتفاقا براشون جذاب بود. راجع به قدمت ایران خیلی میدونستن و ازم راجع به تاریخ ایران پرسیدن و کلا همش در مورد این چیزا داشتیم صحبت میکردیم و خیلی خوب پیش رفت. اول خیلی برخورد خوبی باهم داشتن، منم همینطور خیلی باهاشون برخورد خوبی داشتم. کلا خانواده خیلی خوب و آرومی داره. خیلی من از این بابت خیلی خوشبختم. البته که با هر کی که هر جوری رفتار بکنی، یعنی تو اینجوری بگم اگه میخوای احترام برات قائل بشن خودت هم باید احترام بذاری. یعنی اینجوری نیست که همیشه از یه نفر از طرف مقابلت توقع داشته باشی، خودت هم از وقت خودت استارتشو میزنی. و اینکه من برخوردم اونجوری بود که باید باشه. من خیلی خوب برخورد کردم، اونام برخوردشون خیلی خوب بود و خدا شکر همیشه خیلی خوب پیش رفت. و ببین باباش عاشق من شده بود. اینجوری بود که فرفری میگفت که مثلا زنش که نبوده، نامزدتور بودن ولی خب 2 تا بچه دارن، اینا این شکلیه. میگفتش که خیلی مشکل داشت، اصلا مثلا با هیچ کدومشون اوکی نبوده، با اینکه رفتار خانواده مثلا فرفری هم باهاش خیلی خوب بوده. و اینکه میگفت کلا اصلا اول مشکل داشت، ولی باباش من خیلی تو دل باباش رفت دادم، مامانش هم همینطور. ولی خب بعد از روز اول میگفتش که بابام فوق العاده است و خوشش اومده و همین. من هم ذوق کلا زیاد اهل حاشیه نیستن. دوباره با این اسفنجه بچه‌ها میزنید روشون تپ تپ که اگه خطی چیزی هم مونده باشه قشنگ فید بشه. خب یه ذره توناژ قرمز داره اوتفیت امروزم. گونه هامو حالت آفتاب سوخته میخوام داشته باشه. اینو میزنم اول. 2 تا رژگونه چرب استفاده میکنم، اینم که شکسته به فنا رفته. اول رژگونه این تقریبا که رنگ جیگری طور داره رو اول میزنم با همین اسفنجه. دیگه براش نمیکشم چون چربه. با همین اسفنجه رفت و برگشتی تپ تپ میزنم رو استخون گونه. پایینم نمیام، پایین‌تر از کانتورم نمیام. ببینید خیلی خوشگل میشه. حالا این برام بهتون نشون بدم. حالا میزنم روی استخون برجسته، یعنی بالای بالا میزنم. اینو یه ذره صورتی تره، حالت شاینم داره، خیلی ناز و ملیحه. حالا از اینم دوباره تپ تپ میزنم تا زیر استخون ابروم، یعنی اینجا. بچه‌ها خیلی خوشگل و گلویی میشه، اعتماد کنید. میذارم اضافهشو میزنم پشت چشم که حالت هارمونی یه دستی بده به. خب این از این ور تفاوت مثلا زیر چشم که روشن تره با این قرمز یهو زیاد میشد، پس میشه روشن، متوسط، قرمز، بعدم کانتور. به خاطر همینه یه هارمونی خوشگل میگیره. زهر مار. این صورتی ناز ملیحه رو تا زیر چشتون هم میتونید بیاد. پستش هم گذاشتم، یه پست تقریبا این شکلی با همین تکنیک گذاشتم تو اینستا. بریم سراغ کانسیلر از برند مای میکاپ. بچه‌ها خیلی خوبه، خیلی یه ذره میزنی کلی کاور میکنه، بعد خیلی هم راحت پخش میشه روی پوست و خیلی هم سبکه. ببین یه نخود اینجا، یه نخود اینجا، یه ذره اینجا برای خط خنده. او خیلی شد خط خنده. و این گوشه‌های بینی و وقتی کانسیلر میزنی فید میکنی پره بینیت کوچیک‌تر میشه. یه ذره دندون رو جگر میذاری، اول اینجوری پخشش میکنی، همین در حد چند تا نقطه یکم باز بشه، میذاری هوا بخوره، قشنگ هوا بخوره، یه ذره خودشو تو هوا بگیره. اینو دست نمیزنی، یه ذره دندون رو جگر بذار. حالا
سوال بعدیتون این بود که تو و فرفری چجوری با هم آشنا شدین؟ یه سوال خیلی پرتکراره. من و فرفری توی دبی با هم آشنا شدیم، خیلی اتفاقی. من تولدم بود، بعد با دوستام رفته بودیم رستوران، اونم با دوستاش سفر تفریحی اومده بود دبی. و اینکه تو لحظات آخر که دیگه رستوران داشت بسته میشد، منم مشروب خورده بودم و مست بودم و اینا، یهو منو دید. بعد اینجوری بود که من درست یادم نمیاد، اینجوری بود که میگفت میپریدی این اونور برای خودت، تو اصلا هرچی من میومدم سمتت حواست به من نبود، ولی خب میگفت یه جا دیگه قشنگ تورت کردم. و بعد رفتیم نشستیم و فکر می‌کنم مثلا یه 10 دقیقه آخر بود که رستوران خواست تعطیل بشه، دیگه تکیلا مهمونم کرد و شروع کردیم حرف زدن و اینا. دیگه از اون به بعد با هم کم کم آشنا شدیم، شماره بازی کردیم و اصلا اولش جدی نبود. خب حالا شروع می‌کنیم فید می‌کنیم. خلاصه که بچه‌ها زیر این خط چشم سعی کنید نیاد، اول اینجا رو فید کنید، اضافهشو بزنید اینجا. خب این خیلی نکته مهمیه ها. هیچی دیگه، اولش هم مثلا برام جدی نبود و اینا، برام اونم جدی نبود، ولی فرداشم رفتم دیدمش و هنوز خیلی جدی نبود و اینا. بعد دیگه تایم سفرش تموم میشد، ما دیر همو یعنی پیدا کردیم، باید برمیگشت، یعنی وقتی همو دیدیم باید برمیگشت سوئد. دیگه شروع کردیم. روز اولم که برگشت فقط یه عکس از تو هواپیما فرستاد، گفتم برمیگردم، اینا گفتم که آخه و اینا، ان شاءالله که حالا زود برگردی ببینمت. بعد نمیدونم چی شد که کم کم شروع کردیم به حرف زدن و دیدیم من قشنگ حس کردم که یه چیزی مثلا توی این آدمه هست که منو میکشه و اونم دقیقا همین حس رو کرده بود، ولی به هم نمیگفتیم. خلاصه چند روز گذشت و هی مسیج بازی ما بیشتر شد تا اینکه اون شروع کرد و اولمون به من اعتراف کرد و اینا، گفتش که من راستش ازت خوشم اومده و میخوام نظر تو رو بدونم. منم خیلی روک و راست بهش گفتم که آره منم ازت خوشم اومده، احساس می‌کنم یه چیزی داخلته که منو جذب میکنه. گفت منم همینطور. خلاصه که هی حرف زدن ما بیشتر شد، در این حد بود که دستشویی هم میرفتیم تکست میدادیم به هم، در این حد بود. بچا ببینید این ورو من دوباره این جیگر رو میاریم میزنیم روش، دوباره بالا، همه رو با هم تو هم فید میکنیم. ببین خلاصه دیگه هیچ حرف زدن بیشتر شد و اینا. آقام خیلی آتیشش تند بود، خیلی زیاد. منم همینطور خیلی دوست داشتم، مشتاق بودم که ببینمش. گفتش که اینجوری نمیشه، من باید برگردم دبی. برگشت دبی و همدیگه رو دیدیم و یه 8 روز دبی بود و دوباره برگشت سوئد. گفتش که نه اینطوری نمیشه، باید بیای. دیگه برای من ویزام و اینا رو اوکی کرد، اومدم اینجا. قرار بود 3 ماه تابستون رو بمونم، ولی خب دیگه موندگار شدم و ازدواج کردیم. یعنی با مامان اینا صحبت کردم موقعی که دبی بود، مامان اینا رو دیده بود، یعنی با هم رفتیم بیرون و یه چند باری همدیگه رو دیدیم و اینا. دیگه هیچی دیگه، اصلا کلا همه چی یهویی چی شد. بعد از چند ماه که من اینجا بودم با هم، خب قبلش هم خیلی حرف زده بودیم، دیگه تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. و این پیشنهاد هم خیلی جالبه که مامانش داد این پیشنهادو، که به فرفری گفتش که چطور ازدواج کنید، چرا با هم ازدواج نمی‌کنید، شما خیلی با هم میاید و خیلی دختر خوبیه، ما خیلی دوستش داریم و از وقتی که تو باهاشی از وقتی که با نیلی کلا خیلی، چون خیلی شر و شور بوده، ولی خب اصلا دوست دخترم تا حالا نداشته فری. یعنی خب مثلا با دخترای زیادی در ارتباط بوده، ولی خب دوست دختر که بخواد جدی باشه تا حالا رابطه جدی نداشته بوده، یعنی دوست دختر نداشته بوده و من اولین دوست دخترش میشدم. و اینکه گفتم که خیلی مودت خوب شده، خیلی خوشحالی روزا، نمیدونم چند مدت کلا هدف داری و اینا، چرا باش ازدواج نمی‌کنی؟ مامانش یعنی پیشنهاد رو داد و اینا. بعد دیگه من با مامانم صحبت کردم و اینا، دیگه همینطوری هی جدی‌تر شد و خوب نشستی فکرام کردیم، حرفامونو زدیم، سنگامونو واکندیم و اینا، دیگه تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. این خطرم اگه رشگونه‌ای شده باید حتما روشنش کنید، چون اینجا نباید خط بیفته، زیاد سنتون میبره بالا. پس گوشه بینی، خط خنده و این قسمت از زیر چشم. سوال بعدی جیگولک بازی به من نمیاد. دعوای شما سر چیه نیلی؟ و موقع بحث چطوری با هم حرف میزنید که سوء تفاهم پیش نیاد؟ اصلا سوء تفاهم پیش میاد یا نمیاد؟ و موقع بحث چطوری با هم حرف میزنید یا چجوری حلش میتونید بکنید یا اینکه نه؟ مرحله بعد پودره. اول میزنیم تو پودر، میزنیم پشت دست، اضافهشو میگیریم، دوباره با همون اسفنج بالا رو نگاه میکنیم، اضافه رو میگیریم اگه چیزی باشه، پایین رو نگاه نمیکنیم، همین رو فیکس میکنیم. اولم اینجا، اضافه هاشو بقیه ادامه میدیم. خب ببینید باید یه اعترافی بکنم. من اوایل که اومده بودم، یعنی انگلیسیم توی مثلا حالا دبی هم که رفتم، در حدی بود که من از 4 دبستان زبان میخوندم تا دبیرستان 8 سال. آره 8 سال زبان میخوندم، ولی یه مدت قطعش کردم، کلا یادم رفت. و انگلیسیم موقعی هم که ماجرا کردم در حدی بود که بتونم گلیم خودم رو عذاب بکشم بیرون. دیگه با فری که آشنا شدیم، اوایل من انگلیسیم زیاد اونجوری خوب نبود، فقط در حد همین که گلیمم رو عذاب بکشم بیرون بود. به خاطر هم یه موقعی که انگلیسی صحبت می‌کردیم من منظورشون نمی‌فهمیدم یا اون منظور منو نمی‌تونستم توضیح بدم، یه موقعی سوء تفاهم پیش میومد. ولی سر چیز خاصه به خصوصی که بخوام دعوا کنیم، نه ببین یه چیزی، حالا من
دوستاشو که دیدم، خودشو که دیدم، خانواده‌شو که دیدم این شکلیه. حالا نیاید بگید نه تو اروپا هم فلان پسر بد پیدا میشه و نمیدونم این شکلی نیستن. همه جا استثنا وجود داره. ولی من تا چیزی که دیدم این شکلیه که اصلا دعوایی نیستن. یعنی از دعوا و بحث و اینا خوششون نمیاد. خیلی صلح طلبن، خیلی آدمای آرومین. اصلا از چالش و اینا خوششون نمیاد و عصبی میشن موقعی که تو بخوای دعوا بکنی یا یه همچین چیزایی. عادت ندارن. میدونی چی میگم؟ خلاصه خیلی بهت احترام میذارن. خیلی احترام براشون خیلی مهمه. بعدم یه قانون گذاشتیم، گفتیم هر کی مقصر بود و رید خودش باید بیاد معذرت خواهی بکنه و الا اینطوری کارمون نمیشه. به خاطر همین هم من معذرت خواهی میکنم خیلی وقتا که مقصرم. هرچی رفته بیشتر گذشت، بیشتر عادت کردم به عذرخواهی و اینا و هم اون خب قطعا مقصر باشه عذرخواهی میکنه. ولی سر چیز خاصی نداشتیم. سوال بعدی، هزینه‌های این خیلی پرسیده بودین اینو، هزینه‌های زندگی رو چجوری تقسیم میکنید؟ ببین واقعا دست گذاشتی رو جای حساس و اینکه آره کلا سیستمشون این شکلیه که چون حقوق زن و مرد کامل برابره. امروز هم اتفاقا تو خیابون بودم یه عکس براتون گرفتم، حالا این عکسو میذارم این زیر ببینید. چون حقوق زن و مرد کامل برابره و زنا میتونن حتی تمام شغلای مردونه رو داشته باشن و حقوقشون میتونه اندازه دقیقاً مردا باشه. یعنی هیچ فرقی جامعه بین زن و مرد نمیذاره که بگه زن پایین‌تره مرد بالاتره پس مرد باید یعنی از عهده یه سری چیزا بر بیاد تو رابطه. نه اینجوری نیست، چون کامل برابرن. آره میتونه 50-50 باشه، اکثرا هم همین شکلیه و اینجوریه که بعد که حالا ازدواج میکنن یا با هم دوستن هر چیزی که میخرن برای خونه یا هر چیزی اگه خدای نکرده بخوان جداشن این شکلیان که هر کی هر چی خریده رو برای خودش برمی‌داره. و اینکه معمولا هم حالا تا جایی که من شنیدم یه کارت مشترک میذارن و پول میریزن توش و با هم خرج میکنن. اینجوری نیست که حالا یه جا اون چیز کنه یه جا این، با هم اون پول رو خرج میکنن تو اون کارت مشترک. خیلی اینجوری نیست که بخوان حساب کتاب بکنن سر یه قرون 2000. ولی آره حالا در رابطه با من و فرفری، من از همون اول من که اصلا نمیدونستم، یعنی دقیق نمیدونستم که این شکلیه، ولی بحثش که شد و بهم گفتم که از همون اول سنگامو باش وا کردم. میخوام بگم بستگی بچا به خودتون داره، مخصوصا اگه شما خودتون اروپایی نباشید، فرهنگتون متفاوت باشه. از این یه ذره میزنم اینجا، از این میزنم اینجا، از اینم میزنم زیر چشم یه ذره. خلاصه اگه مخصوصا اروپایی نباشید بستگی به خودتون داره. خیلی راحت سنگاتون رو با بکنید و بهش بگید که من بهش گفتم، چون گفتم ما فرهنگمون عزیزم این شکلی نیست و خیلی راحت بهش گفتم که اگه شما فرهنگتون اینه ما فرهنگمون اونه. یعنی ما فرهنگمون این شکلی نیست، همچین فرهنگی نداریم که زن بخواد دست تو جیبش بکنه. درسته برای تولدت باشه یا اگه یه جایی کمک منو بخوای 100%، مثلا اگه شاغل باشم کمک از دستم بر بیاد که 100% حمایتت میکنم. ولی اینجوری نیست که بخواد مثلا همه چی 50-50 باشه. و اونم قبول کرد دیگه، گفت که درک میکنم تو فرهنگت مثل ما نیست و خیلی چون خیلی دوستم داشت، علاقم خیلی مهمه بچه‌ها، گفت که قبول میکنم و قبول کرد به همین سادگی. ولی الان اینجوریه که الان مثلا من چون کار نمیکنم، اجازه کارم هنوز فعلا ندارم، ولی خب شروع به کار قطعا میکنم. خونه رو مثلا رسیدگی میکنم قشنگ و حتی با اینکه مثلا خود شام و اینا رو درست میکنه، خانواده‌اش این شکلیان که غذا رو مرد باید درست کنه. مثلا من اگه هر از گاهی هم تمیز میکنم و اینا خیلی ازم تشکر میکنه و میگه که کلی قدرشو میدونم که تو داری چه کار بزرگی میکنی برام و فلان و اینا. کلا از این لحاظ خیلی خوب. یعنی میگم اگه اون بیرون کار میکنه منم مثلا کارهای خونه رو میکنم، اینجوریه. ولی در کل اینجوریه که اگه دو نفر شاغل باشن و همه چی 50-50 باشه، اینجوری نیست که زن کارهای خونه رو به تنهایی انجام بده. اینجوریه که مثلا خب کارهای خونه هم حتما بینشون تقسیم میشه، حتما. یعنی اینم هست. از این لحاظم خوبه که 50-50 باشه. سوال بعدی، اگه بچه داشتید قراره چه فرهنگی رو بهش یاد بدید و زبان مادریش چی میشه؟ راجع به دینش هم پرسیده بودین، حالا اینا رو هم جواب میدم. ببینید زبان مادری چی میشه رو واقعا حقیقتا نمیدونم که چی میشه مادری، به خاطر اینکه من مامانشم میگن زبان مادری یا اینکه زبانی که توش بزرگ میشه، تو اونجا بزرگ میشه. اینو حتما بهم بگین تو کامنت ها. ولی از همین دوباره دارم یه ذره میزنم زیر چشم. ولی قطعاً که فارسی بهش یاد میدم. قطعاً بچه هم تو سن کم مثل اسفنج میمونه، قشنگ همه چی رو زود یاد میگیره و جذب میکنه و باهاش میمونه دیگه حتی اگه بزرگم بشه. و خیلی مهمه همون سالهای اول قطعاً فارسی بهش یاد میدم. قطعاً ریشه خودمون فرهنگ ایرانی رو بهش یاد میدم چون بهش افتخار میکنم و بچه‌ام حتما باید یاد بگیره. مخصوصا که دورم هست از ایران بیشتر رو این تاکید میکنم، چون اگه سوئد باشیم که خودش مدرسه میره یاد میگیره و اینا. ولی فارسی حتما توی برنامه‌ام هست که یاد بگیره. باید حتما بدونه چون مامانش ایرانیه. یه سوال که خیلی باز پرسیده بودین، خیلیاتون پرسیدین که پسرای اروپایی راسته که میگن خیلی سرد و بی‌احساسن یا این فقط مثلا اینجوریه که میگن و اینا. به نظرم سرد و بی‌احساس نیستن، فقط مدل رفتارشون و فرهنگشون با ما ایرانی‌ها که همش تو بغل و ماچ و تعارفای زیادی بزرگ شدیم فرق میکنه. مثلا اینا این شکلی نیستن، اهل دوز و دغل و بازی و اینا هم نیستن، باهات خیلی رک و راستن و شاید اولش یه ذره زمان ببره یخشون باشه، ولی موقعی که یخشون باشه خیلی هم اتفاقا اکثرشون رمانتیکن و خیلی هم احساساتی و مهربونن، واقعا فوق العاده مهربونن
من اینجوری فکر نمی کنم که سرد و بی احساس باشن. فقط ما خیلی اهل تعارف و چه میدونم بوس و ماچ و اینا این شکلی بزرگ نشدن. بیشتر حریم شخصی دارن، یا چجوری بگم، یا بیشتر یه ذره شاید مثلا درونگراترن نسبت به ما ایرانی. سوال بعدی پرسیدین مدل ابراز علاقه و رمانتیک بودن پسرای اروپایی چقدر با پسر ایرانی فرق داره، یه مقایسه بکن. ببین چیزی که من عاشقشم اینه که خیلی صداقت دارن و خودشونن، خیلی روکن و هر حسی که داشته باشن بهتو بدون اینکه بخوان تعارف کنن یا بخوان دورو بازی در بیارن یا نقش بازی کنن و بهت میگن، و اینکه اگه بخوان رابطه طولانی مدت باهات داشته باشن بهت میگن. اگه فقط بخوان در حد تفریح باشه و حالا یه شب اینا باشه بازم بهت میگن، یعنی خیلی روک بهت میگن، نیازی ندارن که گولت بزنن، مختو بزنن. میدونی چی میگم؟ این تفاوتو خیلی دوست دارم نسبت به پسر ایرانی. واقعا خودشونن، خیلی روکن، یعنی تو میفهمی که با این آدم چندی و من اینو خیلی دوست دارم. پس به نظرم از همون اول باهاشون صحبت کنید. اگه شما همچین کیسی دارید صحبت کنید، سنگاتون رو وا بکنید و اگه هم یه ذره مثلا میبینید هنوز یخشون آب نشده اجازه بدید که یخشون واشه. مطمئن باشید که اکثرشون خیلی آدمای رمانتیک و خیلی آدمای مهربون و وفادارین. یعنی اگه بخوان میدونن چندن، اگه بخوان برن تو رابطه به رابطهشون وفادارن. این شکلی نیست که مثلا با تو باشن ولی بهت خیانت هم بکنن. خب ترجیح میدن که اول با تو کات کنن، یعنی بهت میگن که آقا من خسته شدم یا به هر دلیلی نمیتونم دیگه باهات ادامه بدم، بهت میگن. هر کسی میتونه حرفشو بزنه، یعنی اینجوری نیست که بخوان دروغ بگن یا بپیچونن. اگه هم یه ذره سرد بود و اینا میشه زمان بدید یکم، حالا مگه که دیگه ازتون خوشش نیاد، ولی اگه میبینید که خوشش میاد و اینا درست میشه بذارید یه ذره یخشون آب شه. ریمل ابرون چون هوا گرمه یه ذره آب شده. اگه ریمل ابروتون مثلا ژل ابرو یا صابون ابروتون یه ذره مثلا آب شده، حالت گرم شده و اینا، میتونید بذاریدش توی یخچال خودشو بگیره، زودتر به ابروتون که میزنید حالت میده، میچسبه، چون اینجوری یکم حالت خیس داره و خیلی سخت حالت میگیره. میدونید چی میگم؟ رژ لبمو نمیخوام یه جوری باشه که خیلی مرتب و خیلی اتو کشیده باشه، قشنگ خط لب داشته باشه. من میخوام یه ذره حالت پخش طور داشته باشه، حالت طبیعی تر که به میکاپ حالا که به این میکاپ هم بیاد. اول از این سایه قهوه‌ای، از سایه قهوه‌ای، هر قهوه‌ای که دارید تقریبا سرد باشه بهتر، برمی‌دارم بالای لبمو میزنم و همون موقع سعی می‌کنم یه ذره فیدش کنم. این گوشه ها اگه لبتون کوچولوئه، گوشه ها رو حتما بکشید که لبتون رو حجم، یعنی بزرگتر نشون میده، از حالت خیلی قنچه بودن درش میاره. من لبم یه ذره قنچه‌ایه، میکنم این کارو. و اینجا ببینید خط لب پایین رو از اینجا هیچ وقت من نمیکشم، از اینجا تا اینجا میکشم که لب پایینم خیلی گشاد نشه. گشاد. بعد ببین با همین برای براش سرگرده، خب اینجا رو که میزنم اضافهش میام یه ذره رو خود لب، اینم همینطور اضافهش رو یه خود رو خود لب فیدش میکنم. ببین خیلی هم نمیخوام مرتب باشه. بچه‌ها میبینید ابروام الان تازه یه ذره خودشو گرفت، داره میچسبه. بذارید حالتش بدم، ابروها رو اوریب رو به بالا حالت میده. اگه یه ذره سفیدک شد میتونید با انگشت بکشید روش، سفیدکا میره. ببینید این شکلی. حالا بالاشو یه ذره صاف میکنم، همین. این داره اذیتم میکنه ابروه، ولی من میتونم درستش کنم، فکر میکنم که میتونم. خب اینم از این. حالا بعد پر میکنم جاهای خالیش. حالا با یه مداد قهوه‌ای این بالایی که زدیم رو نرو خود خط لب یه ذره فقط بالاتر، هشتی لب رو میکشیم. خب ببین این و این شد هشتی لب تا وسط لب کامل نمیم. حالا یه ذرم اینجا، یه ذرم قیافم این شکلی نکنم. بچه تو میکاپ اصلا نترسید، یعنی هرچی بشه میتونید درستش بکنید. حالا نه هرچی، ولی استرس نداشته باشید. این پایینم همون جایی که زده بودم و یه خط میکشم. اوکی. حالا یه ذره با انگشت پخشش میکنیم، تو هم پخشه، خیلی نمیخوام خطی شه تو این سبک. حالا از همون جگریه که رشگونه زده بودیم ببین حالا اینجوری نمی‌کنیم، خب فقط با همین انگشتمون رو همین لب پایین پخشش می‌کنیم، یعنی همون داخل لبو پخش می‌کنیم.
دوباره اگه دیدیم لب یعنی بالا رو نمیزنیم، خب این یه سبک خودش. دوباره اگه دیدیم لب بالا لازم داره یه کوچولو با سایه میریم رو همش به این شکل. خب سوال بعدی پرسیدید برای پسرای سوئدی چه چیزایی توی ظاهر یا شخصیت یه دختر اول از همه جذاب و مهم به نظر میاد. ببین من یادمه یه بار از فرفری پرسیدم تو که مثلا دخترای بور اروپایی، میخوام اینو بکشم تو چشم، بار اولم هست این رنگی میکشم، گفتم تو که دخترای مثلا بور و چش رنگی دورتن و اینا چرا حالا منو انتخاب کردی و اینا؟ حالا درسته که منم خوشگلم ولی چرا من؟ جواب داد که دخترای سوئدی خیلی بورینگن. بعد گفتم که چرا؟ گفتش که انگار که بچه چقدر خوشگله. حالا چیزی که من دیدم، من تجربه کردم، به نظرم عاشق دخترای پر انرژی و دخترای مثلا شر و شور و اینجوری ان، مثلا مثل ما خیلی خونگرم و اینا. خب بعد تا جایی که من فهمیدم، حالا با اینکه دخترای سوئدی هم خیلی خوشگلن، ببین دو دستن، یا خیلی خوشگلن یا خیلی زشتن. خب حتی خوشگلاشون هم به نظر من چیزی که من برداشت کردم اونجوری لبن نیستن یا مثلا اونجوری جذابیت زنانه ندارن. به نظرم یه ذره زمختن با اینکه مثلا خوشگلم هستن. به نظر منه نمیدونم. ولی کلا از چش و ابروی مشکی و موی مشکی و اینا خیلی خوششون میاد. فرفری که اینجوری بود و میگم به من گفت که بورینگن و اینکه من چیزی که برداشت کردم اون انرژی، مثلا اون انرژی و خونگرمی ما رو ندارن دختراشون، به خاطر همین مثلا خیلی جذب من شده بود و به خاطر مثلا حالا رنگ چش و ابروم و موام و اینا. حالا خیلی هاشون هم هستن که بلوند میپسندن و اینا، ولی ماها براشون کلا جذابیم. بچه‌ها ببین رنگشو، وای خیلی خوشگله. اصلا فکر میکنم باهاشون هر رفتاری هم بشه بهشون انگار بر نمیخوره، ولی من یادمه حتی اگه کوچکترین رفتاری هم فرفری میکرد من به بر میخورد و جذب اینم شده بود. خلاصه که به نظرم فرفری جذب چش و ابروی شرقی من و موهام و اینا هم شد. حالا بعدش اول که ظاهر تو نگاه اول خیلی تاثیر داره، ولی بعدش که دیگه شروع کردیم حرف زدن جذب شخصیتم و اینا شده بود. چون ظاهر چیزیه که تو نگاه اول آدم خوشش میاد، ولی با شخصیت و باطنته که میمونه طرف. من یه ذره بیرون چشم رو موجه ها من میکشم، میبینی یه ذره که بیشتر معلوم شه. ببین هرچی بیاد پایین تر بیاد بیرون تر بیشتر معلوم میشه. خب این خط بالا رو هم حتما بکشید، بالای چشم، داخل چشمم، داخل پلک بالایی رو پر کنید محض اطلاع. این باعث میشه که موجه هاتون هم بچه پرتر نشون بده وقتی که داخل پر میکنید. نمیدونم موجه بذارم یا اینکه نذارم، نمیدونم. سوال بعدی پرسیدیم پسرای اروپایی هم مثل بعضی مردای ایرانی حسادت یا روتینای کنترلگرانه و اینا دارن یا نه؟ ببین اصلا و ابدا همچین چیزی نیست و حتی فرفری اینجوریه که من اگه لباس بازم میپوشم اینجوریه که با من پوز میده و میگه برای منه دیگه، حالا بقیه هم بخوان نگاه کنن نمیتونن تو رو داشته باشن و من از این طرز فکر خیلی خوشم میاد. به جای تعصب الکی و غیرت الکی پشت منه، من هر حسی داشته باشم، هر روزی رو هر مودی باشم، پوشیده یا بی حجاب، هر جوری دلم بخواد لباس بپوشم، اونم حمایت هم میکنه و اینجا هم جوش اینجوری نیست که بخوان قضاوتت بکنن و کلا تو آزادی هر کاری دلت میخواد بکنی. و اینکه میگم اتفاقا با من پوزم میده، مثلا میگه که خب نمیتونن داشته باشنت که اگر مثلا کسی نگاهتم بکنه خب بکنه، مال منی. اینجوری من از این خیلی خوشم میاد، از این طرز فکر. و خیلی به حریم شخصیت اهمیت میدن. من اینو خیلی دوست دارم، خیلی زیاد. همونطور که به حریم شخصیت اهمیت میدن، خیلی هم براشون مهمه که تو به حریم شخصیشون اهمیت بدی. مثلا اینجوریه که اگه بخواد با دوستاش مسافرت بره میتونه بره. اگه منم بخوام مسافرت جایی برم کاملا میتونم برم، آزادم که برم. کلا این مدلیان و اینکه اهل خیانت و اینا نیستن معمولا. یعنی اگه بخوان تو رابطه جدی باشن واقعا جدیان و وفادارن، اکثرشون این شکلیان. چون اگه نخوان وفادار باشن میگن که چرا بمونیم تو رابطه، کات میکنن و میرن با یکی دیگه خیلی راحت. خلاصه بزرگترین تفاوتشون رو با مردای ایرانی بخوام بگم، حالا میگم استثنا همیشه همه جا هست، ولی بخوام خلاصه کنم احترام مطلق میذارن به حریم شخصیت، حمایتت میکنن، اگه واقعا توی رابطه مهم باشی ساپورتت میکنن، هم از لحاظ احساسی هم از لحاظ حالا مالی هم. اگه مثلا با هم طی کرده باشید که چجوری تو رابطتون باشه میتونن این کارو بکنن. و اینکه از قهر و دعوا و داد و بیداد خیلی دوری میکنن، خیلی واقعا بیزارن، تو فرهنگشون نیست، دوست ندارن، خوششون نمیاد و از اینا فراری ان. پس حواستون باشه یه موقع اگه مثلا کیس اروپایی داشتین مراقب این چیزا باشین. بهت خیلی فضای رشد میدن. کلا اینجوری نیست که بخوان زندانیت بکنن یا همش بگن از من اجازه بگیر. اصلا این همچین چیزی نیست که از من بخوای اجازه بگیری، از طرفت بخوای اجازه بگیری و اینا. ولی زن اینجوریه که زن رئیسه. کلا با اینکه برابر حقوقشون ولی زن رئیسه، مخصوصا تو خونه باس صداش میکنن. مثلا حکم واقعا رئیسو داره زن، هر چی زن بگه همونه.
اینم من خیلی دوست دارم. بعد اینجوری بود که فرفری پراش میریخت، گفت که چرا انقدر اصرار میکنی، ما این شکلی نیستیم، اصلا تعارفی نیستیم. یعنی گفتم خب جزء فرهنگمون و اینا. میگفت ولی واقعا مثلا خیلی چیز می‌کردم، به دوستاش تعارف می‌کردم، گفت که اذیت میشن، یکم اوکی باش، ریلکس باش و اینا، خودتو اذیت نکن. و اینجوریان که تعارف هم ندارن، اگه یه چیزی بخوان حتی تو اگه بهشون هم نگی تعارف نکنی، خودشون مثلا میپرسن که میتونم از غذات امتحان کنم. به خاطر همین خیلی براشون عجیب بود، ولی خب الان دیگه عادت کردم، دیگه تعارف نمیکنم. ولی در کل خیلی راحتن و خیلی خودشونن و از تعارفای الکی ما خدا رو شکر ندارن. بریم که ابرومم تکمیل کنم و یه ذره از این حالت چربه از این برمیدارم، فقط جاهایی که خالیه، خیلی با فشار کم دست میرم روشون. چون هنوز تایمش نشده که بریم بیرون، من لباسم فقط بهتون نشون میدم. ببینید چقدر خوب. اینم از داستان آشنایی ما و مردای اروپایی. و من برم موهامو درست کنم و یه غذایی بخورم، چون امروزم با وکیلم وقت داشتم، از صبح بیرون بودم، بعد رفتم خرید و اینا. هول هولی اومدم برای شما غذا گرفتم. اومدم انقدر گشتم فقط دارم به غذا فکر می‌کنم. اومدم برای شما ویدیو بگیرم و خلاصه اولین ویدیو یوتیوبم هم بود. امیدوارم که دوستش داشته باشین. و اسپری فیکس هم به جای پودر فیکس که بخوام رو بقیه پوستم بزنم، اسپری فیکس رو میزنم، چون تو تابستون کلا بهتره و پوستتون سبک‌تر و گلوی‌تر میشه. فقط قبل از ریمل اگه بزنید خیلی بهتره. حالا من دیگه چون یه ذره هول بودم ریملمو اول زدم. بچا بوی خیلی خوبی هم داره. بعد یه ذره صبر کنید که خودش بگیره. تا یادم نرفته یه ذره مشکی میکشیم داخلش که حالت هارمونی مشکی هم داشته باشه. و اینکه کانتور بینیم هم یادم رفت، کانتور بینیم هم بعد میزنم. ببینید به این حالت کانتور بینی، یه دونه خط اینجا و یه ذره هم فقط اینجوری. البته هر کسی بینیش متفاوته. ببین فقط در این حد. الان دو تا دستمو یه ذره دوباره زدم تو چیز، یه ذره اینو میکشم بالا. ببین چه خوشگل شد، هنوز فید نشده. حالا با یه براش یه ذره فیدش میکنم سر جای خودش. من عاشق این کانتور بینیم، خیلی راحت. ببینید کمتر از یه دقیقه روشم که دیگه از این خوشگله میزنم و رو گونه هم. بچه بی‌نظیره. اوه کندمش. محشره. الان درست شد. حالا این در آخرم یه ذره فیکسش میکنیم. خیلی خوشگله، خیلی دوستش دارم. حالا با این براشه که شبیه جاروه، اینجا ببین برقشو با نوک بینی و زیر ابرو. خیلی دوستتون دارم. لایک کنید اگه دوست داشتید که منم انرژی بگیرم. براتون با فرفری قراره که کلی ویدیوهای باحال و خنده‌دار و جالب بسازیم.